البته وقتی که ما استقلال سیاسی خود را اعلان کردیم، برای به دست آوردن استقلال کامل پیش از همه ما باید استقلال اقتصادی خود را به دست آوردن ما ضرور بود، چون که پایه استوار استقلال سیاسی، استقلال معنوی، استقلال غایوی، استقلال فرهنگی، این پیش از همه استقلال اقتصادی شده میتواند. بنابراین راهبریت عالی کشور و پیش از همه سرور دولت ما محترم امام علی رحمان از نخستین قدم های خود که به عرصه سیاست گذاشتند برای تحکیم استقلال اقتصادی تاجیکستان همین هدف اساسی خود قرار دادند و وابسته به این حکومت تاجیکستان سرور دولت ما 4 هدف های مهمترین را اعلان کردند که این پیش از همه یعنی هدف نخستین تامین امنیت و استقلالیت انرژتیکی کشور، دوم این رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و با کشوری ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، سوم این تامین امنیت آذوقواری کشور و نهایت از کشوری من از جمهوری اگراری صنعتی به جمهوری صنعتی اگراری تبدیل دادن یا انکشاف با سرعت صنعت در تاجیکستان، این هدف ها گذاشته شدند. باید گفت که این هدف ها پیش از همه در پیام های پیشوای ملت اعلان کرده شدند. ما میدونیم که نخستین پیام پیشوای ملت که 27 اپریل سال 2000 صدا داده بود و در پیام های من بعد پیام نوبتی که این پیام 16 دکبر سال 2025 ارائه گردید، این پیام 27 پیشوای ملت است و باید گفت که پیام این یک حجت سرنوشت ساز است که در پایه تحلیل های خیلی عمیق علمی، نظریوی، اقتصادی این پیام گوییم تحریزی میگردد.